اومد؟ آجا هم اومدن. کسی نشنود. این یک سیر است. نایلش وگرنه دروغ نمیمونن. رویم رفت صدا نبرار. فهمیدی؟ نایلش آجا آجا جان در کجایی؟ آجا جان آجا کجایی؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله درون دخترم أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بگیر دخترم شرف برخیز. امینا در جای خوبش نیست. آب نوشی بر اومده بودم. گفتم از حالش با خبر شوم، اما در جای خوبش نبود. امینا
دخترم دادا در این نصف شب تو چیکار میکنی؟ اوچه هم برای گلیت نیمان اومدن او را جستجو دارم. تو چرا با بیرون بر آمدی؟ مادرت رفت حالا بر نگشته هست. اما ببینو شرف او رو به حالش گذار. شاید خواب دیده است. بیا به خانه درایم. کودک خنک میخورد. چی شده است؟ در این ساعت در بیرون چیکار میکنه ده؟ چیکار میکنی؟ با جستجوی مادرش بر آمده است. پایهایش یخ برین شده از خون خورد از دخترم. بیا دخترم بیمار میشوی. زود به خونه درویم. بخون زود. بخون. تو در اینجا چی میکنی؟ هیچ چیز. از اینجا میگذاشتم برای شما یک دو چی آوردم. چی آوردی؟ کنی ببینیم چی آورده است. سمبوسه بوده است. مایلش با اشتهایتان باشد. با اجازت شما. تشکری زیاد. تشکر بات. دیشب قریب تو رو می بردم کی پدرت آمد. در بیمارخانه تو رو دیدم. اما مجبور بودم که روم. از من انتظاری خبر شو. به نزدیکی به تو مکتوب روان میکنم. میخواهم که نزدی من باشی. مادرت فریدا. همین قدر.
امینه دخترم حالا هم حرارتت بلند است. چی شد که تو بیمار شدی دخترم؟ امینه آب نوش دخترم. نمیخواهم. حرارتت پس می شود. نه نمیخواهم. گفتم امینه گوش کن چی میگویم. حاضر من پایان فر اومده با خواست دیلت نهاری خوب تیار میکنم. تو میدونی که چی تیار میکنم؟ کاکائو با شیر. کاکائو با شیر. فهمیدی؟ انا همینطور دخترم. بله حال امینه خوب است؟ چرا میپرسی؟ یا پروردگار توبه. امینه خوب هستی؟ با چند برای گرفتنی من نامدن. چرا به من دروغ گفتید؟ من با تو دائم راست میگویم. ببین مادرت با تو چی نوشته است. ببینم. جانم امینه. اوچه جانم. گفتی مادرت رو در بیمارخانه دیده ای. در نزد پدرت بودی برای همین نامد. خیز بیپوش اکنون نهاری بکنیم. مرحمت بیپوش. گوش کن با کسی خبر نده. فهمیدی؟ سیرمون رو با کسی نگوی. مایلش؟ مایلش. بیا اکنون بیرویم. خانم این چه خوب است؟ اینجا مهمان خانه است. کمال زن گریخته است. گریخته است. صاحبی کردن نتوانستی. نمیداند که به کجا رود. من تو رو میکشم. وای همسایه چیه؟ زنی که دیشب همراه شوهرت آمده بود در مسجد است. خبر داری؟ بیا تشکر بیا باشی. زودتر رویم. بیا زود. روز بخیر. مرحمت، خوش اومدید. ثبت های همین کامera را در دیسک گذرانیدن میخوام. یک چند نسخه میخوام و خیلی مهم است. صفتش خوب است. مالش. خواهش میکنم ورقه رو پر کنید. دیسک ها کی تیار میشوند؟ پگاه میتواند گیرید. مایلش من میرم. روز بخیر. روزی شما هم بخیر. دخترم یگون چیز بیارم میخوری؟ من نهاری کردم. تشکر چای کفایه است.
امیر چی کار میکنیم؟ اپای فریده رو چگونه میابیم؟ تمام پلیس ها رو سفربر میکنیم. دیگر چاره ای نداریم. یوسمان در نزد کودک‌ها درباره فریده گپ نزن. حال امینه روز تا روز بد شده ایستاده است. دیشب در محل مادرش را جستجو داشت. اوه جونکم. هر دوشان هم غمگین هستند. ما در نزدشان صحبت نمیکنیم. حالا گپ به دلشان نمیگنجد. برای پینو رو ندیدن چشمهایمون رو محکم میکنیم. کودک‌ها غمگین نشون گفته دهانهایمون رو محکم میکنیم. به این هم گوشهایمون محکم. ما بر وقت مرده ایم. یا توبه. تو در اینجا چی کار داری؟ مرا دیوانه میکنی؟ مرا به حالم گذارید. خواهش میکنم با اون خانه عادت نکردم. سردیه. شیرین مرا گوش کن. کلمه عادت کنی را ذکر نکن. مجبور عادت میکنانم. توبه در مسجد نگاره نکن. خواهش میکنم. باش بودگیست. زود باش. میرویم زود باش. تشکر دخترم. نوش جان شود. مرحمت. آقای خیریدین برای کفت و کوب به شیلا می رویم. در این موضوع ما امیر را گوش میکنیم جانان خانم. هرچی که او گوید همان را میکنیم. اول به مطبعه می رویم و اعلانی نشر میکنیم. هرچی توانیم تا قدر امکان پهن میکنیم. گفتنی هستی که پیش تلفن نشسته زنگ تلفن رو انتظار میشوی. اگر هیچ کس زنگ نزند چی؟ رسمی هنگام را به همه گروه های مخصوص تقسیم کردم. هیچ کس ننشسته است. همه از پی جستجوی هنگام هستند. شما خاطر نشوید. بیمارخانه ها را میبینیم. تشکر اپای پینور. سلامت باشه شیرینکم. دادا انا بینت اپای پینور مویم را چه خیلی زیبا کردند. بس بودگیست. این قدرش از حد گذشت. حاضر خانه فریده شوهرش تمام شد و باز کودک ها را آغاز نمود. بس بودگیست. من دیگر این منظره را دیدن نمیخواهم. آخر یکون کاری بکنید. اینجا بیا دخترم. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön
духтари ҷонам, шуморо бисёр пазмон шудам. ба наздикӣ ҷудоиямон тамом мешавад. туро наздам мегирам. аввал туро ва баъд бародаратро. якҷоя хурсанд мегардем. апай пинорат ба ту кӯмак мекунад. барои ҳамин сухани апай пиноратро гӯш бикун. чӣ ки мегӯяд иҷро кун. ба касе чизе нагӯй, ҳатто ба бародарат. агар падарат ва бобоят шунавад, туро ба ман намедиҳанд. ин сири ҳар сеамон мешавад. апай пинорат, ту ва ман дар рӯзҳои наздик якҷоя мешавем. туро дӯст медорад модарат. чӣ гап? чӣ шуд? фаридаро меҷӯянд, медонӣ? дар ҳама ҷо эълон часпонданд. бо ин корат сари маро дар бало мегузорӣ. ҳеҷ гап намешавад. худатро ба даст гир, намеёбанд. аз куҷо меёбанд охир? ором шав. рафиқ адвокат, чизе намеёбанд. модари ман бегуноҳ аст. чио мегӯӣ? кадом адвокат? гӯш кун маро. ин кор бепул намешавад, медонӣ? дастгир шавим, сари ман дар бало мемонад. бояд ки ҳаққамро пардохт кунӣ. майлаш, гуфтам медиҳам. ҳатто ҳаққатро зиёдтар медиҳам. каме сабр кун. ҳоло аз хона баромада наметавонам. бароям меорам. биби, дар куҷоед? туро барои нишастан наовардаанд. хез каме кор бикун. чӣ кор бояд кунам? гӯё ки ҳеҷ кори хона накарда бошӣ. лаътаро гиру гарду чангро тоза бикун. мо расм надорем агар? яъне ману камол? вақте ки ту тарк кардӣ, аз қаҳру ғазаб ҳамаро дар онда партофт. ҳамашро? ҳатто ягон дона ҳам намонд?
не намондааст. ман хоб меравам. модоме ки дастатро тар кардӣ, тирезаро ҳам пок бикун. خوروقت رو بیخور رفت خوب کن. من در نزد تو هستم. خواهر ما باش. تو بدر شدن تو من هیچ کجا نمیروم. دائما در نزد تو میمیستم. تو را هرگز نمیگذارم تنها. آفرین. آمینه با تو خبری خوش آوردم. اوچه هم اومدن؟ تنها مکتوبش اومد. درباره مکتوب با کسی هیچ چیز نگوی. مایلش در جای خوب پنهان بکن. هیچ کس نبیند. مایلش گوش کن. جزدانت رو برای رفتن تیار بکن. مادرت تو را انتظار است. مایلش گوش کن مرو. با پدرت بابایت هیچ چیز نگوی درباره مکتوب. مایلش زود بیرون برو. من درس تیار میکنم. چرا با آقای بینور چنین سخن میکنی؟ آخر او آدمی خوب است. امینه با تو چی شد؟ از روی او آچه هم از خونه رفت. باز میگویه که خوب است. کودکم را ده کردی. مرحمت. روز بخیر. روز شما هم بخیر. زنی در این رسه بوده را میجویم. شاید به اینجا آماده باشد. در یاد ندارم. دیگر کارمندان رو بپرسیم چی؟ در بیمارخانه ما 300 نفر کار میکنند. کدومش رو بپرسم؟ یک ثبت کامپیوتر رو بینم. فریده فگیل. حاضر. یک دقیقه. نیست. چون این اسم در ثبت ما نیست. در همین جا بمانید. کارمندان رو من میپرسم. مایلش استاد. شد تشکر. خدا حافظ. مایلش. اوف دیر کردم. کسی مرا نپرسید. تو نزدیک تریزا چی کار داری؟ رو از اینجا. رو از اینجا. رو از اینجا. خواهرت به من گفت که تریزا رو پاک بکن. شیرین لبه کمو. مگر من به تو نگفتم که این رو به بیرون نبرار؟ سری مرا در بلا میگذاری. کمو چی شد؟ آخر یگان جا نرفته است. خاموش باش. با من جواب ده. ایستا نزن. تو کارگاه نشو. تو رو هم زیر مشت و لگد میگیرم. سر نکرده ای مگر؟ بس است. گپ رو فهمید. یگان کس هم زنگ نمیزند. تلفن یک مرتبه هم صدا نبرود. باز چقدر انتظار میشویم؟ جانان خانم کمی دیگر صبر بکنیم. از الله ناامید نباید شد. امیر، نرخ اعلان ها چند پول شد؟ 1,500 لیره. پرداخت کردی؟ نه. بعد پرداخت میکنم گفتم.
من اینقدر مبلغ دارم، چرا نگفتید؟ حاضر میدهم. این روز رو هم دیدیم. باز یک سال دیگرم گذشت. مرحبا. پولتان به خودتان نصیب کند. قبول نمی کنیم جانان خانم. قبول میکنید. میخواهم که دخترم یافت شود و هر چی زودتر پینور از این خانه رود. پس این را همجور قرض قبول میکنیم. آن طرفش فکری شما. هر چی کردم برای خود کردم. ببخشید بر اومده نبیره هایم را ببینم. من تو رو به دست میبرم. آمینا تو از من چی رو پنهان کردی؟ هیچ. من میروم میلش، لیکن باز به دیداری تو میایم. خیر نباشد بیبی جان. میلش تو با لختکت بازی بکن، من باز میایم. نمیدونم آمینا را چگونه به خود نزدیک کرده ای، اما تو را از این خانه برآوردن قرض من است. راست میگویی؟ به حیرت آوردی. چگونه مرا از این خانه بیرون میکنی؟ اگر خانه میافتن مرا بر وقت بیرون میکردن. فرد و کار اولی من برای آقای خیریدین از بانک پول گرفتن است. هرچی زودتر برای تو خانه بگیرند. در خانه دختری من چون 8 پا جا گرفته ای، اما من تو را میبرارم. این را دیدی؟ در همه جا این زن را کافت کاب دارند. تو او را تیزه تازه کنی فرمودی. کمال آخر من از کجا دانم؟ نمیدانی؟ پس به سخنی من گوش کن. با پینور زنگ بزن. آمده زنی آوردهش رو از اینجا برد. به سرم اون بلا میورد. حالا هم به کارم دخالت میکند. گیر این را به سطل پرتا باز نبیند. چی شد؟ چرا چونی نگاه میکنی؟ باز حرارت کردی؟ نه خوبم. پس چرا بالای سری من چونی راستی سلایی؟ هیچ چیز. یک چیز گفته نبودم اما وای فراموش کردم. امروز که زنگ نزدند فردا زنگ میزنند. حتما نفری میشنود و یا میبیند. انشاءالله کلینم پیدا میشود. یا شاهد یا دلیل. یک معلومات شرط است. یا الله. من باوری ندارم که او را دزدیده باشند. اکنون باید قبول کنم که فریده مرا ترک کرده است. رفته عجوزه رو جیغ زنید اومده خوراکش رو از آشخانه گیرد. ایستید. شینید من رفته میگویم. باز برایش خدمت میکرده.
الو یا پولم رو بیار یا این زن رو گرفته بر. من به این کار دار نمیشوم. پول نداری؟ این خیل باشد از این کار دست میکشم. حتی او را گرفته به خانه اشان میبرم. معقول است؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ آرام باش. فکری چونین کارو نکن. خاطر نشم. من همش رو حل میکنم. خوروخت رو رفته گیر. مایلش. کار کرده ایستاده‌ای؟ چرا تلفنم رو میرسی؟ میدونم که در غیب زدن ینگم مادرت سهم دارد. چرا مادر بیچاره ما رو گناهگار میدونی؟ به یگان دلیل ما رو گناهگار میحسابی؟ دیر و یا زود یک نشانه مییابم. آن روز دور نیست بینار. با همه همشریکانت نزد عدالت جواب خواهی داد. یعنی مادرم تا روز سود در حبس خانه می ایستد؟ بله. با دادن گرو هم آزاد نمی شود. افسوس. مگر ندی که سودیا برای محکوم کردن چقدر کوشش دارد. مادر جان شما رو نجات میدیم. پینار غمگین نشوید مادر جان. خودت رو احتیاط بکن. فرزندت رو احتیاط کن. خانم زود باشید. خانم پینار من به شما کمک میکنم. مایلش. مادرت خواست که این رو من به تو دیم. این رو؟ بله. مرا تو با ایستگاه برده میتوانید؟ البته. تو نشون میدیم که فریب کردن چیست. این زن کجا می رود؟ تشکر. سلامت باشی. بازین از
کجا پیدا شد؟ مرا تعقیب داری چی؟ الو میدونید که پینار امروز به کجا میرود؟ به سود باید میرفت. بعد از آن نمیدونم، به من چیزی نگفت. مایلش من میرسم. لا بشرف گوش میکنم. زنگ زدم، نزد دکتر رفته است. برای آمینه توصیه میپرسیده است. مایلش. مگر عجیب نیست که نامی هر دو ما شیرین است. در جای ما این نام را دوست می‌دارند. ترکان شورای در قشلاق ما فیلم به نوار گرفته است. کدام قشلاق؟ ما از کجاییم؟ این چی صدا بود؟ باز تو هستی. کنی اینجا بیا رفتیم. من جمع میکنم. تو رو من سطل رو خودم تازه میکنم. فریده فیگیل کی باشد این؟ نمیدونم. من سطل رو میبارم. سلام. کاری سودی مادرت چی شد؟ به هفته آینده گذراندند. اجازه ندادند. محکومش میکنند. راهی سفید، نوبتی تو است. امروز جانان خانم هم پول را میارد. تو را هم در مدت 2-3 روز گسل میکنیم. و تو هم سلامت باش و من هم. مرحمت باش. ما کی لازم؟ پینار خانم را میپرسم. پینار خانم و این مهمان قبول نمیکنه، زیرا او در این نشانه زندگی نمیکنه. چی که میگویی به من بگو. خانم گوش کن، بگو به نزدی در آید. داد نزن دادر. پینار لبک بیا مهمانت رو قبول کن.
گوش کن خواهر، از این آدم نه تو خلاصی می‌یابی و نه من. دیدی دستش چقدر وزن است. تو به این هم گریخته بودی، چرا باز آمدی؟ به کجا میروم من؟ بیا با من. اینها رو گیر. هیچ نباشد تو خودت را نجوده. شیرین، من حتی نامم را نمیدونم. به کجا میروم؟ چی کار میکنم؟ رو تو با خود آمدن در یگام خوابگاه پنهان شو. یگان علاجش را یاب. فرزند هم نداری، فکر مکن. گریز، خودت را نجوده. گیر. این رو گیرو مرا بزن. چی؟ بزن گفتم، وگرنه کمال مرا میکشد. من میگویم که همسرت مرا زد و گریخت. من زدن نمیتوانم اخیر. بزن گفتم. خانم، تو را یافتن دشوار بوده است. کیست تو؟ نمیدونم. شما کی هستید؟ شنیدم که مادرت را به حبس گرفتن. از من پول زیاد قرضدار است. نمیدونستم. چی خیل می شود؟ پرسیدنی آمدم که قرضها را کی پرداخت می کند. میفهمید خودتان، مال هم جان است. جان است. من با مادرم صحبت میکنم، بعد به شما خبر میدهم. میلش؟ این مراتب تنها آمدم. مراتب دیگر تنها نمی آیم. دانستم آن. گوشکو رو تهدید میکنه. تو گوش کن مرا. قرضدارانی مادرت رو برای واخوری به این خونه دعوت نکن. فهمیدی؟ میلش. من شما رو چگونه میابم؟ این رقم تلفن. فهمو. نامتون چی بود؟ کمال. نامم کمال. شوهر فریده کمال.